هر آنه که بزنه. تاشون خشکشون زده. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که عالی باشین. امروز یه ویدیوی خیلی باحال داریم. موضوعش هم اینه که من یه گربه تو خونه دارم به اسم تیله که تمام عمر زندگیمه، حدوداً 6 سالشه. این تا اینجای قضیه. تیله یه گربه به شدت آلفاه. یعنی تا الان یکی دو بار امتحان کردم، اصلا با گربه های دیگه کنار نمیاد، با هیچ موجود دیگه، حتی با انسان هم میتونم بگم با یه سری فقط ارتباط میگیره. خلاصه دیگه من دلو زدم به دریا، به خاطر اینکه هم خودم هم همسرم خب شاغلیم و صبح میریم شب میایم، بچه همش تنها میمونه و یه تایمی هست تقریبا یکی دو ماهه که خیلی بهونه‌گیر شده و دلم میسوزه بابت این تنهاییاش. تصمیم گرفتم که یه گربه کوچولو بیارم که بشه رفیقش، همبازیش، داداشش و الان اون گربه رو دارن برام میارن و من میخوام از ریاکشن تیله براتون یه ویدیوی باحال تهیه بکنم. خلاصه که با من همراه باشید، مطمئنم یه ویدیوی خیلی باحال و جذاب از توش در میاد. اول بریم تیله رو بهتون نشون بدم. وقتی میگم آلفا زورگوه منظورم اینه، الان به زور آوردمش جلوی دوربین. خیلی ولی خوشگله پسرمو. تیله مامانی، سایزش هم که ماشاءالله یا اول هر آنه که بزنه. سلام مامان جان، میخوای بری؟ چشم، ببخشید. تیلرم دیدین؟ گربه ای که دارم میارم و بهتون نشون میدم و هنوزم درگیرم که اسمشو چی بذارم. خب بچه ها، پیشی جدید داره میاد، بریم برش داریم. سلام کوچی. تاشون خشکشون زده. تیله تیله مامان، دوستت مامانی؟ چقدر کوچولوه، قربونت برم، صدات در نمیاد. سلام. تیله هم ترسیده هم عصبی شده، خیلی ریاکشناشو میشناسم. بیا اینجا ببینم. خوشگلم، خوش اومدی. سلام. ای خدا، قربونت برم انقدر تو بانمکی. کوچولو سلام. سلام. اوه مریضی؟ ایشی سلام، خوش اومدی جان. تیله بیا ببین مامان چقدر کوچولو و بامزه است. میون کنه، فکر کنم دنبال مامانش میگرده. جان بچه ها، این فسخلی به همین سرعت اخت گرفت با خونه، کلی باشه الان بازی کردم، الان دیگه خودش داره بازی میکنه. دورت بگردم بامزه. به نظرتون اسمشو بذارم تامی قشنگه؟ تیله و تامی. جان قربون اون قیافت، قربون اون وایستادنت. پوکر فیس، دراز کشیده. خیلی خوشحالم چون ریاکشنش خیلی به نظرم پایین. دماغش خیلی کوفته ایه، دماغ کوفته. چشاش هم می‌ذاره لوچه فکر کنم. اوه قربونت برم من با این پا. صدایی که میشنوید صدای بازی کردن این فسخلیه که من فعلا تصمیم گرفتم اسمشو بذارم تامی. آقا تامی داره با این اسباب بازی میکنه. تیله هم رفته رو صندلی غذاخوری نشسته بدون هیچ ریاکشنی، ولی الان رفتم جلو نازش کنم چون دستم بوی تامی رو میداد، یه فیف برام کشید. ولی اگه همینجوری پیش بره من راضیم، چون ریاکشن‌های قبلیشو سر گربه قبلیه دیدم. با تامی خوشگل ما با هم دیگه رفیق شدیم. تامی خدا خیلی کیوته، خیلی. سلام. دومشو ببینن کجا در اومده. این دوم مال کیه؟ این دوم کیه؟ مالش باباش لم داده. رامین جون چه احساسی داری؟ هیچی، احساس گرما دارم. یه میزان صمیمیتش خیلی زیاد شده. اسمشو باید بزنم راسمون. الهی قربونت بشم مهربون جان. قرار نداره اینا. بچه‌م کوهنورده فکر کنم. دورت بگردم.
جان نگاه کن داره ورزیده. شیر میخواد. ماما قربونت بشم. دورت بگردم ماما میشه جونت. جان پسرم جان زیباترین ماما قشنگی. داره زغاله رو جابجا میکنه. با اینا چی کار میکنی؟ فعلا چی؟ دیگه هم میدونیم برای روز نبود. روز نبود. تیله جون مامانی تافی دیوونت کرده؟ 1 2 3 الهی من قربونت برم مامان. قربونت بشم من. تیشرت دو رنگ مامان، تیشرت یه رنگ مامان. نه دیگه نکن تافی.